امروز 8 مرداد 1393 اینجا استان چهارمحال و بختیاری، رودخانه زاینده رود. همونطور که میبینید اینجا رودخانه خیلی پر آبه و مسافرای خیلی زیادی هم توی این روزهای تعطیل به اینجا کشونده. امروز 8 مرداد 93 اینجا استان چهارمحال و بختیاری، رودخانه زاینده رود و کنار پل تاریخی زمانخان. همونطور که می‌بینید زاینده رود اینجا خیلی پر آب و خروشان هست و مسافرای بسیار زیادی هم به اینجا کشیده شدن. و حالا اومدیم روستای چمنار، جایی که رودخانه زاینده رود از استان چهارمحال و بختیاری وارد استان اصفهان میشه. همونطور که می‌بینید اینجا رودخانه زاینده رود بسیار پر آب و خروشان هست. الان 30-40 کیلومتر هست که از استان چهارمحال و بختیاری اومدیم و وارد استان اصفهان شدیم. همونطور که میبینید اینجا به شهر باغبهادران رسیدیم و در این شهر کماکان زاینده رود بسیار پرآب و خروشان داره به مسیر خودش ادامه میده، ولی متاسفانه به شهر اصفهان هرگز نمیرسه.